اوچقون شکوروف یک جوان زاده تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه در لاتاریه ماشین ارزشش 600,000 روبل را برده است. اوچقون به جای ماشین پولش را گرفته این پول را برای گذرانیدن توی دامادیش صرف کرده است. قصه این مهاجر خوش اقبال از تاجیکستان را روز 31 آگوست سال 2022 خدمات مطبوعات لاتاریه ستولاتون نشر کرد. بنا به این قصه اوچقون شکوروف در طول 2 سال در یک دکان ستولاتو در شهر اکاترینبورگ چپته های لاتاریه دولتی را می خرید. بخت بروی او در شماره 1365 روسکای لاتو خندید و او ماشین نرخ 600,000 روبل مدل قریب $10,000 را برد. خود اوچقون چگونه این لاتاریه را خرید است چون این قصه کرده است: فروشنده دکان استولوتو یک بسته چپته های لاتاریه را در پیش من مثل بادبیزک کشود و من از بین آنها یکیش را جدا کرده خریدم. وقتی به تلفن من پیامک برد آمد من راستی به همان دکان رفتم و در آنجا به من گفتند که بخت بروی من خندیده است و من ماشین بردم. اوچقون شکوروف از تاجیکستان بوده در اکاترینبورگ مرد کاری میکند. او به جای ماشین پولش را گرفته است. او در حال صاحب چنین برد بزرگ شد که میخواست زن بگیرد. به این دلیل اوچقون پول بردهش را برای توی خود صرف کرده است.